بچه بودیم توی دبستان بهمون تغذیه رایگان میدادن. سیبای درشت بهش میگفتن سیب لبنانی، پرتقال درشت پرتقال لبنانی، رطب و چیزای لبنیاتی که هلندی، پنیر هلندی و شیر خشک هلندی و اینا. ما خوشحال بودیم تغذیه رایگان. الانم دارن این یعنی به اصطلاح هنر شاهو تو سر ما میزنن. اگر بدونیم این تغذیه‌ای که ما میخوردیم پول خون مسلمانان فلسطین بود. به جای برنج جو بخوریم. من توصیه میکنم الان که از نظر قیمت یه مقدار برنج گران هست، مسلما جو میتونه کمک بکنه نسبت به خواصش الان ارزانه. از گندم و برنج غذاییتش کمتره، به همین دلیله که میتونیم برای رژیم لاغری استفاده بکنیم. غذای کافی دارد، نه اینکه غذا نیست. پس میتوانیم یکی از برنامه‌های سبد غذایی روزانه جو باشه. مگه میشه همیشه برنج باشه؟